سلام به تمام ملت. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین. یک بار باز ما غزال نظری در خدمت شما خوبان قرار دارم. قسمی که میبینین آمدیم سالن و آرایشگاه و بعد از سالها یک از هموطن خود را پیدا کردم و هم به خاطر میکاپ کردن، چون من همیشه وقت یا هیچ میکاپ نمی کنم، اگر میکاپ هم کنم خودم تیار میکنم و امروز دیگه دوست پیدا کردیم و هم هموطن ما که بسیار دختر با استعداد، لایق و آرایشگر است. خب دیگه همگی ما و شما دوستای عزیز سواره شدیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم که وطن ترک کرده آمدیم در کشورهای دیگه به مردمای دیگه کار میکنیم. خب دوستای عزیز، به هر صورت گپای جگرخونی را میمانم و امروز بسیار خوش هستم به خاطر که بعد از سالها هموطن مرا پیدا کردم و میخوایم که خود مقبول بسازم و این خودم نمیتونم خودم مقبول جور کنم و تیار کنم. یکی از برکتی که امروز مقبول میشم شما میبینید. چی؟ سپنا طوفان. اخو میگم مال یک دفعه باش که می چیری مبارک تا ببینن بعد دیگه معرفی میکنم که هموطنای ما اگر در پشاور هستین پس بیاین پیش سپنا جان که چی یک آرایش میکنه. و خب دوستای عزیز، این دیگه من میمانم تعریف نمیکنم. وقتی که مرا تیار کرد موی روی و گفته بودم نه ما شاپینگ کرده بودیم، خرید کرده بودیم به خاطر که یک محفل داشتیم، از او خاطر امروز آمدیم که ما هم خود تیار کنم. و دیگه ای که سپنا جان مرا چی تیار میکنه دیگه چی میگه، ملکه جور میکنه. ملکه جور میکنی یا بلا؟ نه خیلی ملکه دنیا. و این را بگو که قربانت انشالله دیگه از برکت سپنا جان ببینیم که ما چی جور میشم. تا آخر ولاگ با ما باشین، جای نری نگنی دیگه خیرتان نیست. خب هموطن عزیز دیگه ما 6 تا منتظر عملیات یکی عملیات میکنه، ببینیم که چه قسم عملیات میکنه. عملیات شروع و اول باید شرط اول دارایش که باید لنز بپوشم. جلدی کرو. نه در پشتم نمیایی، بدرنگا رو نمیارن در پشت خود. خب تاسو لنز ما لواچه و چی وقت ده چادر ما دوستای عزیز در خاطر که دیگر نپوشیدم به خاطر که در میکاپ نشنه. از خاطر دیگه سپنا جان عزیزم تیار استی جانم؟ تو تیار ہے که نه تیار ہے؟ बिल्कुल रेडी हूँ और तू माशाल्लाह उर्दू का आती, मैं अब थोड़ा उर्दू आती। उर्दू पश्तो इंग्लिश अरबी वाह इनको पंजाबी सब कुछ मुझे आती है। तो पंजाबी है तो कौन है? यस कुड़िए मैं पंजाबी यानी पंजाबी है सब। नहीं तू अफगान है? असल में मैं अफगान हूँ। तो अफगान है और ये इतना ज़ुबान में मुझे बहुत पसंद है कि मैं हर ज़ुबान में बात करूँ, इसलिए मैंने कोशिश करके फिर सिखाया। ठीक یگانه چیزی که سخت است دوستای عزیز سمیله نیست. مگم نخیر اشتباه کسی که تجربه کنه. من بسیار بد میبرم دوستای عزیز، گرچه از لنز مرا منیم کرده دکتر که تو باید نپوشی، مگه من نمیتونم. من فهمیدم که تو تابش نداری، باید به تو قسم پرتم که هموطنای عزیز ببینید لنز برمان بسیار با مشکل و یگانه چیزی که به من مشکل می باشه دارایش لنز. دیگه از لنز دکتر گفته که تو باید لنز نپوشی. دیگه امروز عینکم نپوشیدیم و لنز هم پوشیدم. دیگه خداوند رحم کنه. دیگه ببین دوستای عزیز که در چی وضعیت رسیدیم میفهمی. بسیار ظلم کردن شما خائنا ظلم کردن سرم دوستای عزیز. دیگه ببینید مقبول شدم، لنز مقبول است. یکی آرایش میکنه باز ببینید که بعد از آرایش چی میشم. حالا ببینید دوستای باز نگوین که کچالو شفتالو. حالا ببینید که من کچالو هستم، قدرم بدرنگ نیستم. خب ببینید دوستای باز آرایش مرا ببینید که آرایش مقبول میشم یا بدرنگ میشم. من خودم میگم که من زیاد آرایش یا کنم قدر مقبول نمیشم. به نظر خودم که زیاد آرایش کنم. امروز شما نظر بدین. آرایشگر چالش داده که من چنجت میکنم بالکل و شما منتظر باشین که مرا چه قسم آرایش میکنه و مقبول میشم یا بدرنگ. بالا سعی کن.
والا خب همتون عزیز باز هم خسته نباشین. اینا ببینین رویم تیار شد، صورتم تیار شد و حالی بگوین که مقبول شدیم یا بدرنگ شدیم. سپنا جان خسته شدی؟ نه جانم وظیفه است. خب ایزان دل شما نظر بتین دیگه موی منو زمانده. خب هموطن عزیز قسمی که یادآوری کردم که سالن آرایشگاه سپنا طوفان آمدیم و سپنا جان دیگه تا حد توانش کوشش خود کرد که من تیار بسازه و ما بسیار زیاد دلخور هم هستم. ایره خب میفهمین دیگه، ایره باز از سپنا جان میشنویم میبینیم که من دلخور بودم یا نه. خب و آرایش ما وقت مقبول کردم دیگه، دستایش درد نکنه، زحمت بسیار زیاد کشید دیگه. جناب آرایش داره دیگه. اینه ببینین دوستای از نزدیک بدون فلتر بدون کدام چیزی اینه ببینین مقبول تیار کردنی. و کسایی که در پیشاور در پاکستان است دیگه حتما اینجا بیاید و امروز سپنا جان هم صحبت می داشته باشیم دیگه. هستی که زیاد مقبول شدیم بخین زیر تاثیر رفتیم دوستان. دیگه شما هم تا آخر ولاگ با ما باشین. سپنا چطور تو قسم سعی کردی؟ قربانت زنده باشی. خودت هم چنان از برکت سپنا جان. ببین دوستای عزیز چقدر مقبول شدیم. باش دوستای عزیز که میای ما تیار نکرد دیگه. ما همین همت شاتویا و اوری چوادر بوجیرم دلم طاقت نکرد. گفتم بیا دیگه به هموطنا هم بگوین که ما چقدر مقبول شدیم. ناستا که قارتا که چیست دیگه شو نمیفهم. خود آخری ولاگ با ما باشین و سپنا جان هم میارم گپ بزنم رایتان. باز هم خسته نباشین. خوش آمدین به چینل غزال نظری. امروز یک قسم احساس عرسانه دارم به خاطر که این هم قدر سن سالم شده هیچ وقت من قسم آرایش و میکاپ نکرده بودم. بار اول است حتی. خب امروز دیگه سپنا جان دستش درد نکنه بیاین شما. تشکر. زنده و سلامت باشی. سلام بده به هموطنای عزیز. خدا کنه که خوش آرام صحتمند باشین. خب اینی از برکت سپنا جان حالی بگوید که سیمپل ساده مقبول بودم یا حالی که آرایش کردیم مقبول شدیم. سپنا جان جنجالی بودم یا نه؟ دختر آرام و عاجز؟ والا بسیار شوق بود، به حد شوق بود. یعنی با مشکل کاش ما میفهمید مزار دست پای زیر در چپکی بسته میکنم. به حد شوق. چون میفهمی امروز یک احساس عرسانه دارم. خودت چی نه؟ واقعا اما یک چیز معلوم میشی به نظر عروس معلوم میکنه. خودت هم مقبول بودی و مقبول تر شدی. قربانت زنده باشی. یک تبو بوسم به خاطر که زیاد روی من رویش نمیچسبانم. کلی میکاپایم در رویش نخورم. نه انشالله با در گروه پس خراب نمیشه. انشالله. تشکر. قربانتان. سلامت باشین دوستای عزیز. بسیار سرمان آوخ شده و محفل هم شروع شده. فقط ما و جناب ماندیم اینجا و سپنا جان انشالله که یک روز میاییم با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم، قسم میگیم به هموطنای ما. امروز ناوقت است. دوستای عزیز این بود ولاگ امروزی که تقدیم شما خوبان کردم و این هم سالن سپنا طوفان که در کنار ما است. بسیار زیاد تشکر. درد نکنه. این بود ولاگ امروزی. تا ولاگ بعدی شما رو به خدا نگاه میسپارم. هر جا که هستین خوش خندان باشین. الله وجه کارو شده. اخ ما آمدیم داخلش. بای بای. خیره.